یک فرد تازه کار بدون اینکه متوجه شود اشتباهات رایج را در جریان تمرین کردن با طناب انجام بدهد که باعث می شود نتواند از فواید خاص طناب بر بدن بهره مند شده و به یک فرد موفق در این رشته تبدیل شود. سلام بر همگی، من یوستین، مربی پارکور، هنرهای رزمی و انواع سلاح سرد که امروز آمدم 5 اشتباه رایج که امکان دارد افراد تازه کار در جریان تمرین کردن با طناب انجام بدهد را برایتان نشان داده و در آخر نکاتی برایتان میگم که شما میتوانید به سادگی از اشتباهات دوری کرده و با رعایت کردن آن نکات حرکات را به شکل درست اجرا کنید. اولین و رایج‌ترین اشتباهی که امکان دارد یک فرد تازه کار انجام بدهد قسمت سرسینه خود را صاف نگرفته به جایی که مستقیم به پیش رو نگاه کند به زمین نگاه میکند. اشتباه دوم چرخش طناب را با استفاده از دست و آرنج های خود ایجاد میکند. اشتباه سوم به جای جمپ زدن با سر پنجه پای خود به این شکل با کف پای خود جمپ میزند. اشتباه چهارم در جریان جمپ زدن پاهای خود را از قسمت زانوها به این شکل قاط کرده به پشت سر یا به پیش رو جمع میکند. و اشتباه پنجم آرنج های خود را چسبیده با بدن خود قرار داده ولی دسته طناب را از آخر آن میگیرد. برای اینکه بتوانید از این اشتباهات رایج دوری کنید لازم است که حتما این 4 نکته را رعایت کنید. نکته اول، از طناب استفاده کنید که مناسب به اندازه قد خودتان باشد که برای فهمیدن طناب را زیر یک پای خود گرفته آرنج های خود را نزدیک بدن خود به این شکل قرار بدهید که آرنج شما زاویه 90 درجه را تشکیل بدهد. نکته دوم، در جریان انجام دادن همه حرکات اولیه قسمت پایین تنه و سرسینه خود را صاف گرفته مستقیم به پیش رو نگاه کنید. نکته سوم، آرنج های خود را نزدیک بدن خود قرار داده با سر پنجه پای خود جمپ زده و چرخش طناب را با استفاده از مچ دست خود ایجاد کنید. و نکته چهارم، حرکات حرفه‌ای طناب اشتباهات و نکات خاص خود را دارد. اگر خواستید با یک جمپ 2 یا 3 تا طناب را به سادگی از زیر پای خود رد کنید، من قبلا آموزش همه این حرکات را با جزئیات کامل داخل کانال یوتیوب اسپورت میدیا آپلود کردم که میتوانید برید ببینید و یاد بگیرید. ممنونم از این که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگر کدام نظر پیشنهاد داشتین حتما در پایین در قسمت کامنت همین ویدیو بریم بنویسید. منتظر ویدیو بعدی من باشید. تا ویدیو بعد، خدا یار همگی.